کن بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. می‌خواستم با کارشناس برنامه صحبت کنم. من از بلوچستان مزاحمتون میشم. جمال زایی. آقای جمال زایی بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید. ببخشید. یه سوال من از شما داشتم. اینا که اگه بیرون مقطعی دشمنان نباشن حق و باطل مشخص نمیشه. باید این باطل هم باشه که حق مشخص بشه. حق یکی باشه که بازگو کنه. بعد یه گله از شما دارم واقعا اینه که هر چیز زنگ میزنیم نمیتونیم شما رو در دسترس بگیریم. مثلا گوشی مشغوله ای بره نمیتونیم. بعد شبکه‌های دیگه که میریم مثلا شبکه التشیع 10 تا تشیع رو مثلا صحبت میکنن یه سنی. الان ماشاءالله با این بیش از 1 میلیون اهل سنت اینا که صحبت میکنن اکثرا مثلا میبینید دشمن میدونن چی میگن، اینا رو رد کنید. مثلا اینا یکی از این کلیپای آخوندا بزنید که واقعا اینا خوبن خدا وکیلی. یعنی کل منطقه اینا روشن کرد. توی بلوچستان که ماین اینا که با ما میشینن به بحث میکنن اینا حتی نمیتونن صحبت کنن. درست. بعد اینا رو خدا هدایت کنه. اگه قابل هدایت نیست خدا اینا رو سرنگون کنه. آمین. تا مشرکین نباشه حق مشخص نمیشه. باید اینا باشن که یه حق باشه جلو اینا واسطه و از دین رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم دفاع کنه. بعد ما واقعا هر کسی که میخواد به شبکه‌های اهل سنت بخصوص شبکه‌های توحیدی میخواد مثلا بعد بگه خداوندی تو اینجا ما واسطیم جلوش میگیم آقا بیاید چند تا مثلا شبکه خودتون نشون میدین از ما رو کدوم باطله. یعنی اینجا همه خدا رو چوک توحیدی ان، خدا پرستن دیگه. به همین حال معروف شدن بلوچستان با وهابی و فلان. ما افتخار میکنیم به این وهابی بودنمون. خدا از این وهابی ها میلیون ها اضافه بکنه از اینکه بخوایم شرک کنیم و در جهل و گمراهی و بمیریم. دیگه سوالی ندارم، در شما در نکنه. خدا تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خدا